بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الرحمن، الله رحمان. علم القرآن، قرآن را آموزش داد. خلق الانسان، انسان را آفرید. علمه البیان، و به او سخن گفتن آموخت. الشمس والقمر بحسبان، خورشید و ماه با حسابی منظم و دقیق در گردشند. والنجم والشجر يسجدان، و ستاره و درخت برایش سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان، او آسمان را برافراشت و میزان عدالت را در زمین برقرار نمود. ألا تطغوا في الميزان، ای مردم، چنین کرد تا در وزن و پیمانه به یکدیگر ستم نکنید. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، و سنجش حقوق دیگران را به عدالت برآورد کنید و در سنجش زیان نرسانید و کم فروشی نکنید. والأرض وضعها للأنام، او زمین را برای زندگی انسانها مقرر داشت. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، که در آن انواع میوه ها و نخل های خوشه‌دار است. والحب ذو العصف والريحان، و نیز حبوبات برگدار و گیاهان خوشبو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، انسان را از گلی همچون سفال آفرید. وخلق الجان من مارج من نار، و جن را از شعله ای از آتش خلق کرد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ رب المشرقين ورب المغربين، او پروردگار مشرقها و مغربهاست. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ مرج البحرين يلتقيان، دو دریای شور و شیرین را روان کرد تا به یکدیگر برسند. بينهما برزخ لا يبغيان، در عین حال میانشان مانعی است که با هم نمی آمیزند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از آن دو دریا مروارید و مرجان به دست می آید. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، کشتی‌های کوه پیکر بادبان برافراشته در دریا برای اوست. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ كل من عليها فان، هرچه بر روی زمین است فنا خواهد شد. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، و تنها ذات جاوید و روی پروردگار با شکوه و ارجمندت
باقی خواهد ماند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او درخواست نیاز می کنند و او هر روز و هر لحظه در کاری است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان ای گروه جن و انس به زودی به حساب شما می پردازیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ای گروه جن و انس اگر می توانید از کرانه های آسمان و زمین گذر کنید تا از مجازات الهی برهید پس گذر کنید، قادر به این کار نخواهید بود مگر با قدرت فراوان که شما آن را ندارید. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران شراره‌ای از آتش و ذرات جرقه بر شما باریده می شود که در برابر آن قادر به دفاع نیستید. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان آنگاه که آسمان بشکافد و همچون روغن گداخته سرخ فام گردد قیامت آغاز خواهد شد. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان آن روز به علت روشن بودن همه امور از انس و جن درباره گناهانشان سؤال نخواهد شد. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام گناهکاران از چهره‌هایشان شناخته می شوند. آنگاه آنان را از موی پیشانی و پاهایشان میگیرند و به دوزخ میاندازند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون این همان جهنمی است که گناهکاران انکارش می کردند. يطوفون بينها وبين حميم آن میان آتش و آب داغ در حرکتند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس
ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، هر که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش برای حساب می ترسد 2 باغ در بهشت دارد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ذواتا افنان، با درختانی پر از شاخسار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فيهما عينان تجريان، در آن باغها 2 چشمه روان است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، در آن باغها از هر میوه‌ای 2 نوع وجود دارد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، بهشتیان بر بسترهایی که آستر آن از دیبای ضخیم است تکیه میزنند و میوه های آن باغها در دسترسشان است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، در آن باغها حوریانی افتاده نگاه هستند که دست احدی از انس و جن قبلا به آنان نرسیده است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ كأنهن الياقوت والمرجان، گویی آن حوریان یاقوت و مرجانند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ومن دونهما جنتان، در کنار آن باغها 2 باغ بهشتی دیگر است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ مدهامتان، 2 باغ که درختانش در نهایت سبزی و خرمی است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فيهما عينان نضاختان، در آن 2 باغ بهشتی 2 چشمه جوشان جاری است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان،
و در آنها درختان میوه و درختان خرما و انار هست. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فیهن خیرات حسان. در میان آن باغها زنان نیک سیرت و نکوروی حضور دارند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ حور مقصورات فی الخیام. حوریانی که در سراپرده خیمه های بهشتی نشسته اند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. دوشیزگانی که دست احدی از انس و جن قبلا به آنان نرسیده است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ متكئین على رفرف خضر وعبقری حسان. بهشتیان بر بالشت‌هایی سبز و بسترهایی نفیس و زیبا آرمیدند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای جن و انس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نام پروردگار با شکوه و ارجمندت با برکت و فرخنده است.